تکه انگلیش هست. Okay, so come with me. Here is Kaveh. Kaveh is like somewhere that we like paid for it for years and years because we didn't have that much money. It took like from the time I was born till now to make this place. It's not even completed yet. Like, even look at this. We're just putting couches now and other things. Like, a little bit ready for this. Well, we didn't even have gas. Like, gas broke. So if you want to know, an atomic bomb is coming to us, dead from Iraq. What I like. Yeah, they just stop very soon after City of God for revolution. And now the leaders just got revolution too. They're done. Now they're teaming up with fucking Israel to break atomic bombs. No, that this is a fucking story! Look actually! I think this is real news! This is fake news! It's like the Syria revolution part that actually happened. This is not fake news! Like, I don't know why I can't say swear words or anything like that. Like, fuck this! Fuck that! Not... like, my dad controls this channel right now, and he didn't allow me to do anything like this. He probably would not even allow me to walk. To even walk like this and say swears like this, blah blah blah. سلام بچه ها، خوش آمدید. یه چیز جدیدی که دارم تلاش میکنم سریال خفن سینا فریمانه. سریال خفن سینا فریمانه فصل اول. خوش آمدید. خوش نداریم. ندارم جوی میکنم. بسه که اون رو باور کردی. دن تیکه فارسی هست. یای با من همش یای با من، چون که من کنترل کامل از شما دارم. دیگه نمیتونید بیاید بیرون از این صفحه. دیگه من کنترل از دیوایستون دارم. آی که عدد جدیدم. پس اینجا پله ها هست. 50% قیمت کارشناسی که الان به اصطلاح آسانه میتونید 5 شام اونجا کارشناسی بودم سریعتر میاد چون که فیلمبردار به این پله ها دوست نداره. این الان هر چقدر زمان داری برو کارشناسی کنه 50% رو از ما میگه. یه تیکه از صدا میاد که نباید بیاد. به اینجا نگاه کنید. اونجا نگاه کنید. اونجا نگاه کنید. اونجا نگاه کنید. گوشه به ما بدید. پس ما حالا برای چند دقیقه فیلم بردار خودمون میشیم. پس فیلم بردار بیا. فیلم بردار اصلا همینجا فیلم پس این پله خیلی نزدیک باش بندازمش. پس این پله ها خیلی قشنگه. نگاه کنید بهش. حالا اینجا میریم آنجا میریم. لا اله. اینا شیک هست. شیک نسیم فرمانه هستم و این منم با شما با الله اکبر صلی علی محمد و آل محمد و عجل فجار بهترین تیکه همه این سریال. بله گفتم بهت تیکه فارسی یا نیک نیمشه. مثلا تیکه اول اللهم بودش در انگلیسی. اینجا اللهم مثلا چیکار نه گاد والله مثلا بودش که خود اللهم اول نشته شده با A-L-L-A-H-H-O-M-A.
مثل یکی از آهنگایی که من ساختم. پس که این دنیای عزیز و مهربان این اتاق وجود داره، اتاق فیلمبردار. این استودیو نیستش فکر کنی. این اتاق من هست. تازه اتاق فیلم باشه از فیلم بردار نیتونی دوست بدید. سلام فیلم بردار عزیزمه. من این شکلی نیستش. مثلا الان لازم داره حجاب بپوشه لاالا، چون که اصلا میدونیم مسلمونیم لاالا. ترسناکه. با ما زوم کردیم، زوم دست تازه اتاق فیلم بردار نشون دادیم. خیلی خوبه اتاق فیلم بردار مگر نه؟ این استودیو ما نیستش. حالا ما بیشتر از آن نمیتونیم نشونه، چون که یکیشون مادرمه، اونی که فیلم برداره اون خالمه. مادرم ایموشنال سیپورته، وقتی که مثلا نمیتوانم دیگه انجاش دارم خیلی زیاد بهش کردن. همچنان با بابام، اون آدمی که نمیتونم فوش در موردش بگم که قبلا اومده بوده کانالمو به خاک انداختش، به همین فیلم بردار قدیمی. کامرامان من به اینگاه نیستم بابا. ببین فردا نیسرجری دارم. دن 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 دن. یه فن یا بوگی هست بنوید یا فکر نای باد بوگی هست انزستنی هست ساید 1 2 3 4. واقعا نیتونم آهنگ بخونم وقتی فیلم برداری دارم کنم، چون که خب میدونیم کسی داره فیلم برداری کنه وقتی فیلم هستش نیتونم اون آهنگ بخونم، چون که خب پوستم مثل ایناست. حتی تو فیلم برداریم، چون که این روی مثلا گوشی فیلم گرفته شده و گوشی خوب مثلا اینجا رنگ پوستم درست‌تر بینه. شاید حتی این باشه. اگه خیلی ریسیست باشی بعد میگم آسیایی هستم، چون که میدادیست آسیاست و من کشوری که نمیتونم نام ببرم هستم. این خاور ایران همیشه انگلیسی باشه اینا نیستش. دادن 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 دادن. یادتون نره اصلا این 3 دقیقه دیگه از اون هست. پس تیکه دوم تمام. پس این تیکه نیستش، این چیز وسطی هست، یعنی که سفید و مشکی هستش، یه کجا فیلره. پس این مونولوگ دیگه هست. اصلا این باید این حالا دیگه برای خیلی کمدی میشه. این همه چی کمدی سفید و مشکیه، چون که وقتی که توی این راد هستی این شکلیه. هم جوک میکنم. چه خنده داره. من میدم پایا بالاخره صدا داریم. میکنم یه مثلا صدا بگیر. پس اینجا این اتاقه خوبه که به تو روی نذارید آقا. اوکی. اینجا این چسبه نذارید با. اون آدمی بودش که نیتم دردش فوش بدم و همینطورم کسی که کانالمو برشکسته کردش. ببخشید بابا، مثلا 10 بار اینجا کار کردم، ببخشید. کانالمو کانال یوتیوب. آره خودت نمی‌بودی ادامه بدی. میدم این تیکه فیله، پس بهتر زودتر تمامش کنم. اصلا با مشکی و سفید میگم تو بدان که فیله داره.
دنیایی هستش، این چه دنیایی هستش، این چه دنیایی هستش که خستگی خر هستش، که خستگی خر هستش. شاید این 11 دقیقه نباشه، مثلا 15 دقیقه باشه، چون که دارم تلاش کنم طولانی‌تر از ویدیوهای معمولی باشه. چون که اگه نرسی 8 دقیقه چی گفتی بابا؟ اوکی مامان میتونی بیای؟ پس چیز هستش با این که این ویدیو ها من تلاش کنم خیلی طولانی باشه، چون که 8 دقیقه مارک اصلی یوتیوب واچه، الان که اونقدر سابسکرایبر الان ندارم، حتی کمتر از کانال دومی هم که باید حتما چک کنید، سانجد پروداکشنز. پس حالا میریم نگاه کن نگاه کن اینجا خیلی سرده، برف آره خیلی سردم هستم، یه الله اکبر خیلی سردتر از است. پس اینجا هستیم با تلویزیون اگه تعجب کنید اینطوریه، چون که دید مشکلات یادم ازش چه برنویس اصلا کمدی بود یادم رفت. من یه دنیا هستم که میرم به خرها خیرن پیچی خانه پنجره کیچی دان Is it Istanbul? اصلا این ماتمیگاه جای زنجا دارم رسید بیشه این بازی که ویدیوشو دیدم ماینکرافته. به موجب دیلینکمون نگاه کن چه خفنه. ما توی چه دنیا هستیم که اینترنت ها میتونم با در و بدوانه یه وسیله قطع کنم برای 10 سالانه. فوش میدم همین الان خود به سر بیننده دان خیرنده خیرنده خر هستی خیرنده کیرنده کی خنده و خنده خود به سر بیننده. واقعا زندگی دلخواهی رسیدن وقتی که اصلا کانال مودش چون که حالا فهمیدم که اصلا استرس دارم، اصلا قبلا ویدیو نمیساختم چون که مثلا مریض بودم لالا، ولی بعد فهمیدیم مریضیم شانس زیادی ازش از استرس هم باشه. چی براتون بیاره؟ میخورین؟ برم و بیارم. حسرت زندگی شروع شد. یه گشنگی. باید واسه ویدیومونو بگی. من دارم داد میزنم اینجا خونه است. ببخشید من تصویر برداری نیستش که. باشه میخوای شما فیلم بگید. اشکال نداره چادر بردار. نکن خود محمود خونه که فیلم گرفتن بودش که اصلا خود محمود برای جوک حجابشو به 70 بودش 70,000 یعنی حتی یعنی حتی فقط یک چشم میتونستی ببینی. این هم استاپ نیست. نه استاپ نیست؟ آره داریم حرف بزنیم. آره بابا این گونه سریال هم هستش که زندگی معمولی ما نشون میدم. لازم نیستش اونقدر حجاب داشته باشی، حتی بیشتر از خود محموده داری. نه اینطوریه حجاب. باشه مامان سلام علیکم. من حجابم خیلی کامله. این حجاب ایرانیه. نه این حجاب قدیمی ایرانیه. آره حجاب ایرانی نه. آره ایدم. تسا بیشتر زندگی چجوری بود؟ من زندگیم خیلی خوب بوده.
میتونی یه کوچو در دنگ نه اون از بابام بپرسم. میتونی یه کوچول بگی در مورد بچگیت وقتی که 12 سالت بودش انقلاب شدش؟ من 11 سالم بود که انقلاب شد. اشتباه کردم پس. بعد چیز خاصی نبود چون من کوچیک بودم. خیلی تشخیص نمیدادم. برام جالب بود مردم میرن تظاهرات میکنن، مردم میرن. بعد میرفتیم تو صف وای میسادیم نفت میگرفتیم، میرفتیم تو صف وای میسادیم گوشت میگرفتیم. زندگی ما همش سر همین چیزا میگذشت دیگه. جنگ شده بود برای نه اون میخوام از بابام بپرسم. لالا پس خداحافظ. نه هنوز مونده. پس مثلا دارم فکر کنم دوست بده استوپش من برای اولین بار. در مورد چی فکر میکنی در این که بیشتر از دوستا جای کوچیکتر مثل گم و لالا خیلی تاثیر نداشتن؟ این مثلا مردم زندگیشونو میکردن. تو جنگ؟ نه جنگ منظورم نیست. تو انقلاب بمب و اینا نبود، تیراندازی میکردن. نه یه زندگی معمولیشون کردن بدون اینکه اصلا چیزی عوض بشه. یعنی مثلا همون لباسا میپوشیدن. یعنی انقلاب میشد تغییر نمیکرد؟ بیشتر از اولاش تغییر نکردش. آره خب بالاخره نمیشد که یه دفعه همه تغییرات یه جا انجام بشه. به خاطر همین آروم آروم تغییرات شد. ممنونیم. حالا میریم بذار بوستون کنیم. باید استاپ کنیم تا بوستون. سلام، نام کاملتون نمیخوام بگم. پس من الان دارم از اول شروع کردم با مادرم. حالا نهت شماست. مثلا میخوام بپرسم در مورد سوالات در مورد چیزایی که تو زندگیتون بودن که مهم بودن. مثلا جنگ. بابا شما بچگیتون تو جنگ ایران و عراق بودش مگر نه؟ تصمیم یه کوچو بگیرد احساس این که یه بچه باشی در جنگ ایران و عراق باش. اصلی کوچو بگو. اون موقع که بچه بودم اطراف ما بمبارون زیاد میشد. مثلا پالایشگاه تهران نزدیک خونه‌مون بود زدن. یه محله بود 13 آقا راکت زدن. خونه ما خراب شده بود. یه دوست داشتم شهید شد. بعد همش ترس بود دیگه، ترس و دلهوره. آژیر خطر میزدن میرفتیم تو پناهگاه. خاموشی میزدن همش. هواپیمای دشمن همش حمله میکرد. همینطور اگه میخواستید ببینید اونید بیننده ها چون که مثلا نه بیننده چون که این ویدیوه فیلم که نمیگیری که میدونم. فقط نه از مثلا آدم دیگه فیلم میگرفتم. فقط چون که شما دوست نداری صورتتون نشون بدم بیشتر فقط تیکه‌ای به جز صورتت دارم نشون میدم. سلام. اگه بخواید بدونید در اینکه بابام در تهران حرف زنه هستش چون که با این که ما قومی هستیم در 20 سالگی چیزی اومدش به بام برای درس. مثلا اون رو بدونید تا مثلا شک نکنید درد مالا. پس حالا ما همیشه یه سوال اضافی از آدمی که داریم ازش سوال میپرسیم. پس بیشتر جنگ مشکل احساس فکر کنید که جنگ واقعا لازم بودش. یعنی مثلا اینا مثلا نمیتونستیم یه چند تا جنگ مثلا نمیتونستیم فقط جنگ خیلی کوچیک‌تر انجام بدیم که 7 سال طول نمیکشید. 8 سال طول نمیکشید. مثلا حالا این فیلم سینمایی کامل دارن در 1367 تصمیم گیرنده که ما نبودیم که. آره هنوز هم نیستیم. آره تصمیم گرفتن جنگ های ادامه بدن. ما مردم بیچاره مجبور بودیم عوارض جنگ تحمل کنیم.
تلاش کنیم که اصلا کمترین توی حرف بزنیم، چون که نه اینو آدمای واقعی دارن میبینن، برای که دارم میگم بیننده و این چیزا. الان دارم فارسی حرف میزنم، اولش مثلا انگلیسی حرف میزدم برای بیننده های انگلیسی، چون که هم انگلیش به سینا هستش هم سریال خفن سینا. خب برای شما تمام شدش.